نمیدونی رشتی دوزی چیه؟ تا آخر این ویدیو با ما همراه باش. پیش احیاگر این هنر رشتی دوزی خانم جعفری هستیم، باهاش یه گپ و گفتی داشته باشیم. خانم جعفری خدا قوت، زنده باشید، سلامت باشید. خدمت رشتی دوزی توی استان ما به کی برمیگرده؟ ببینید، خدمت رشتی دوزی به گونه‌ای به پیدایش پیله ابریشم که حدود 200 سال پیش بوده برمیگرده. البته این باز روایته، مثلا با تیکه‌های آثار هنری قدیم و ما این تخمین رو میزنیم که مال 200 سال پیش بوده. اگه بخوایم بگیم که ویژگی‌های خاص رشتی دوزی که مختص گیلان باشه وجود داره که مختص ما، چه ویژگی‌هایی داره؟ ویژگی‌هاش اینه که اون چیزی که مثلا مال اقلیم شهر ما میتونیم تو این هنر ما نشون بدیم. سرسبزی شهر ما، حیوانات، پرنده‌ها، گل و مرغ، گل و مرغ و خیلی از نقوش‌های گیاهی، حیوانی. این یه نوع نشانه اقلیم شهر مایه که ما رشتی هستیم و یک جوری داریم زیست ما رو، اون محیط زندگی ما رو این هنر ما به گونه نشون میدیم. دقیقاً در راستای فرهنگ و احیای آداب و رسوم و اقلیم استانمون گام برمی‌دارن. ممنون از شما که احیاگر این هنر.